حضرت عمر رضی الله تعالی عنه برای تجاری که تجارت میکنه برش میگفت وقتی که یک کسی تجارت میکنه قبل از آغاز به تجارت سرش فرض است که احکام تجارت باب معاملات کلش خوانده باشه یکی. در غیر از او این تاجر خواهی نخواهی در حرام مبتلا میشه، در سود مبتلا میشه. از این خاطر میگن که هر چیزی که سر مسلمان فرض است قبل از او دانستن احکام از او سرش فرض است. هر چیز که سرت فرض است قبل از او نماز فرض است. قبل از نماز خواندن احکام نماز باید بفهمی. در غیر از او نماز تو فاسد است، باطل است. نماز پیغمبر چه قسم بود، نماز تو چه قسم است؟ از پیغمبر صلی الله علیه و آله 2 رکعت نماز در 20 دقیقه میخوان، تو 20 رکعت نماز در 2 دقیقه میخونی. امت کی هستی؟ امت خود هستی، امت پیغمبر نیستی. چرا ما نماز به طریق پیغمبر نمیخوانیم؟ به خاطر یک روز ما 2 تا حدیثی که درباره نماز پیغمبر است نخواندیم. همین قدر برو پرسان که از 1000 نفریم پیغمبر هم چه قسم نماز میخوان؟ آیا 1-2 حدیث یاد داری که اسلوب یا روش نماز پیغمبر صلی الله علیه و آله نشان بدن؟ صحابه مثل ما و تو کسایی نبود که در قسمت اسلام بی تفاوت باشه. والله از طهارت گرفته تا خلافت کلش ذره ذره بر ما نقل کردن، کلش بر ما رساندن.